بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وجاءت سكرة الموت بالحق. یمو صحنه جان کندن انسان ای آیت بیان میکنه که سختی مرگ فرا رسید. وجاءت سكرة الموت بالحق که سختی مرگ فرا رسید. اصلا سکر یا حالتی را گفته میشه که از سختی زیاد انسان دیگه بی خود میشه، مثل که یک انسانی یک در حالت سکر اگر باشه هیچ بی خود است، از هیچ چیزی نمیدانه درو، لیکن در سختی چیزی نیست که او را در حالت بیهوشی یا بیخودی آورده باشه، لیکن سختی مرگ است که انسان به او حالت رسانده. و یقینا حالت جان کندن یا وقتی که انسان روح انسان از بدن خارج میشه، آغاز حیات دیگری روز شروع میشه. حالت است که حتی افضل المخلوقات افضل الرسل علیه افضل الصلاة و اتم التسلیم، اونها هم از این سختی در امان نبودند. اونها با فضیلت و برتری که الله ذوالجلال او را بر تمام مخلوقش داده بود، در حالت جنگ یعنی جان کندن از سختی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم می نالیدند. چنانچه در حدیث بیان شده در امو حالت در یک ظرف آبی گذاشته شده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشان تر میکردن و پیشونیشان میکشیدن، میگفتن لا اله الا الله ان للموت لسکرات. گفتن مرگ سختی داره. وقتی سختی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل تصویر میکنه، به شکل با ما بیان میکنه. پس حالت من و تو با این اعمالی که داریم، با این یعنی اعمال کم و کوتاه و با این تمام کوتاهی هایی که در تمام اعمال ما تو دیده میشه، او حالت به سر ما تو چگونه میگذره. یقینا او حالت است که مجردی که انسان به او حالت روبرو میشه، همون لحظه فوراً دیگه تمام چیزی دنیا، تمام لذت ها، تمام او چیزهایی که به او دلبستگی داشت، همون لحظه از تمام این چیزها دلبستگیش قطع میشه. آلی یگانه آرزویی که در او وقت به سر ازی میچرخه ایست، کاش یک چند لحظه دیگه به ما فرصت داده شود که از همی دارایی، از همی دنیا، از این مصروفیت ها، از این چیزها به خاطر آخرت هم چیزی بودیم، لیکن در وقت خلاص فرصت نیست. در اون لحظه فوراً تمام چیز بیاد میاد، ولی خود چیزی که به درد ما میخوره و چیزی که مروان کرده حالی جزئی ترین فرصتی باشه. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها
فیصله حتمی الهی است که باز وقتی که او وقت فرا رسید یک ثانیه هم تأخیر نمیشه، که امی قدر فرصت هم برات داده نمیشه که خلاص خیام فلانی چیزه بتن در رای الله. یک حالت جان کندن است، حالت مرگ است. خلاص آل حکم فقهی حکم شرعیش هم توقف یافته. خلاص آل در این حالت بس چیزی در اختیارت نیست. و اگر وصیت هم از قبل از او صرف در همون ثلث مالت تنفیذ میشه خلاص. یعنی این حالت است که به سر هر یکی میاره و هیچ یکی ما تو از این در امان نیستیم. گفتیم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فداه ابی و امی، وقتی که اونها در حالت جان کندن چنین الفاظی را به زبان میرانند، پس حالت من و تو چه خواهد بود؟ وجاءت سکرة الموت بالحق. الله عز میگه که ای انسان غافل، اخیر امی سختی مرگ به سراغت رسید، ولی چی میکنی؟ و به صیغه ماضی وجاءت، نگفت که یجیء میآید، وجاءت یعنی یک چیزی که آمد، گویا یک چیزی که آمده باشه، یک چیزی که یقینی است، در از گذشته تعبیر میشه، او را میگن ماضی. نه جاء فلان یعنی فلانی آمد، یجیء فلان او یأتی فلان، فلانی میآید. الله تعبیر میکنه وجاءت یعنی این سختی مرگ یعنی یقینا آمد. ولی چی میکنی که تا این لحظه تو غافل بودی، تا این لحظه این صحنه را فراموش کرده بودی، اینه به سراغت رسید، ولی چی میکنی؟ باز الله چی میفرماید؟ ذلك ما كنت منه تحید. سبحان الله. میگه امی حالت این همون چیزی است که تو از او فرار میکردی، از او کنارگیری میکردی. یعنی تو از این فرار سعی و تلاش هر یک چیز تلاش میکنه که از مرگ چگونه فرار کنه، چگونه چند روز بیشتر در دنیا بمانه. ذلك ما كنت منه تحید. حاد یحید اصلا کنارگیری را میگه، میکنه مرگ. این همون چیزی است که تو از او کنارگیری میکردی، از او فرار میکردی که به سراغم نرسه. این همه آرگاه و بارگاه، این جایداد، این سرمایه، این منصب، این جاه، این چیزها نمانه، لیکن به سراغت رسید. ذلك ما كنت منه تحید. این همان چیزی است که تو از او کنارگیری میکردی و فرار میکردی. در اینجا علما مفسرین میگه که امی ما یا به موصوله معنا میشه یا مای نافیه. به هر حال بعضی چیزا اگر یک کمکی اصطلاحات چی بگویم علمی کم کم هم استعمال میشه، انشاءالله دوستا همه استفاده کرده میتونن. خب بازم اگر بعضی دوستا یکان کلمه علمیش اگر چی نبود، انشاءالله دیگرها خب مستفید میشن. ما امی کلمه ما کنت یا موصوله است یا نافیه. موصوله که باشه به معنای الذی، یعنی این همان چیزی است که تو از او فرار میکردی. اگر به معنای نافیه شد به معنای چیزی که ما کنت منه تحید، یعنی همین مرگی است که هرگز تو از او فرار کرده نمیتونی. ما کنت منه تحید یعنی از او هرگز راه فرار نداری، راه گریز نداری که تو از این فرار کنی. این خطاب اصلا خودش یک وعید است، توبیخ است، و خاصتا به منکرین بعث بعد الموت، منکرین قیامت، منکرین حقایقی که در نصوص دین بیان میشه، بیشتر به اونها متوجه میگه که خب از این چیزا منکر بودی، حالی کجا فرار میکنی؟ راه فرار است. ذلك ما كنت منه تحید. الله ذوالجلال رسیدن امی حقیقت تلخ مرگ در آیات دیگر بیان، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. سبحان الله. الله میفرماید که هر جایی که باش، اینما تکون، هر جایی که باشین، من تو رو میگم، همه این انسانیت، همه بشریت، بلکه انس و جن
اینما تکونوا یدرککم الموت. هر جایی که باشین مرگ به سراغتان میرسه. از مرگ فرار نداری. احمد، محمود، عبدالله، از مرگ فرار نداری. هر جایی که باشی به سراغت میرسه. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در امو قصرها، قلعه های محکم که از هر سو محکم هم باشه، نه از مرگ فرار نیست. مرگ به سراغت میرسه، یقینا میرسه. ها میدانیم که میرسه. راه نجات است از مرگ. چی فکر میکنیم چقدر عمری من تو باقی باشه؟ اکثرا در امی زندگی روزمره خود که میبینیم، اما کسی که اگر بمانه، امروز از پیرا و از مسننا کرده جوانا را میبینی که بیشتر میره. اگر یک کس بمانه، خب بالاخره بسیار بمانه، چند 60 ساله 70 ساله، خب بالفرض کردیم که 60 سال تا 60 سال تا عمر بخوری تا 70 سال، حالا چند سال هستی؟ تصور کردی؟ یعنی چند سال دیگه باقی مونده؟ فرض کردیم بگویی که 20 سال دیگه، 15 سال دیگه، 30 سال دیگه. چند سال در سعودی تیر کرد؟ 30 سال 40 سال. اما قدری که در سعودی تیر کرد از او کدن کمتر وقتت مونده. اگر بمانی، اگر کلی همین چیزها اگر روی همین فکر کنیم، باز به همین شکل غافل زندگی سپری میکنیم مثل که امروز هستیم. ما الله به این شکل، به این الفاظ صریح میگه ای انسان اینما تکونو، هر جایی که باشی قلعه محکم میسازی، به خود در سعودی زندگی میکنی، در افغانستان میری، در امریکا زندگی میکنی، هر جایی که باشی از مرگ فرار کردنی نیستی. پس یک چیزی حتمی است که همه به او روبرو شدن است و این قیامت صغرا است که وقتی که این مرگ فرا میرسه خلاص قیامتی هر یک قائم میشه و این را گفته میشه قیامت صغرا. ها این قیامت به میقه اکتفا میشه؟ نه، ولی خب بعد از او حساب و کتاب است. درست است که این آغاز کار از همینجا شروع میشه. مجردی که روحت قبض میشه از همون لحظه، درست است که از همون لحظه اگر نیکوکار باشی بشارت ها از همین لحظه میه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. همین لحظه که قبض روح احتضار شروع میشه، اگر انسانی تقوادار و پرهیزگار و الله پرست است، میبینی که از همین لحظه ملائکه میگه جای ترس و هراس نیست، ور خطا نشو، نترس، بشارت میته برش. ملائکه نازل میشه لا تخاف ولا تحزن، بلکه بشارت میته، خوشا به حالت، برات خوش خبری میته، مو جنتی که الله برات وعده کرده بود. باز چی میگه؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. خو انسانی نیکبخت خو از همون لحظه اولا برش بشارت داده میشه، لیکن اون کسی که بدبخت است و همون لحظه اول، لحظه احتضارم که میرسه، وقتی که برش گفته یا ایتها النفس الخبیثه اخرجی ایتها النفس الخبیثه، همون لحظه برش توبیخ از همونجا متوجه شد این نفس خبیثی که در بدن خبیثی بودی، چون در شرک، در کفریات، در منکرات غرق برای یکی حالت میبینه این نفس هم گیت میشه، فرار میکنه، این حالت ترس بیم کش کده میشه. مثلی که یک چیزای خاردار و چی باشه ایره در مابین یک چیزی بندازه مثلی پخته یا یگان چیز باز کش کنه، چه قسم به می شکل این نفس به می شکل از جسمی ازی به زور کشیده میشه و از همون لحظه میدانه، لحظه از همیزه میدانه که مسئله قیامت کبرای از این مسیرش چیست. و باز وقتی که به قبر هم گذاشته میشه، اگر انسانی تقوادار و پرهیزگار است، قبر نعمتهای قبر، نعمتها از همونجا آغاز میشه، از همونجا نعمتها آغاز میشه. ملائکه را الله عمل میکنه، از فرش جنت زیر پاش فرش میکنه،
دریچه از جنت برش باز میشه، نعمت ها با موت و قبر به شکل معلوم میشه، لیکن الله ذوالجلال او را باغچه از جنت برش میگردن. اگر بدبخت است از همون لحظه تهدید. باز این حیاتی برزخی است، چقدر مدتش چقدر است و کسی معلوم نیست جز الله. آدم علیه السلام چند سال، چند صد سال، چند هزار سال قبل گذشته، هنوز قیامت کبرا قایم شده؟ نه خیر، در حیات برزخی است. چند سال است پس این حیات برزخی؟ چند هزار سال؟ معلوم نیست. یعنی حیات برزخی در مقابل حیات دنیوی موتو اگر مقایسه شود، حیات دنیوی موتو در مقابل از او چی حیثیتی را داره؟ چند دقیقه و چند ثانیه را داره یا نداره؟ با وجودی که حیات برزخی هم هنوز حیات کوتاه است. حیات ابدی خوب بعد از اون میآید. بعد از او وقتی که الله فیصله میکنه اهل دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت و باز میگه که برین، آل دیگر مرگ نیست، حیات ابدی اگر ایجاست، اگر در اهل بهشت هم است خالدین فیها، اگر در آنجا است. الله ذوالجلال به فضل و کرمش من و تو را، تمام شنونده ها را، پدر و مادر و استادا و تمام مسلمانان را از اهل بهشت بگردانم. این به خاطر گفتم که یعنی تا چی وقت به امی انداز در غفلت، امی حیات دنیایی را یک بار مقایسه کنیم که با حیات برزخی. آیا یعنی امی حیات دنیا باز ارزش امی قدر داره که تمام این مسلماتی که در دین میخوانیم متيقن هستیم، یعنی چیز کلگی او را قربان کنیم به خاطر از اینکه 4 روز دنیا خوشگذرانی، به خاطر خوشگذرانی 4 روز دنیا. و حقیقت است که اصلا خوشگذرانی هم در دین است. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. یعنی حیات طیبه هم تجربه کنیم یک بار. الله به ما شما ایره نصیب کنه، یقین بکنین او انسان متقی پرهیزگاری که از همین زندگی دنیایش لذت میبره، او لذت مثل من و تو به مردمای گناهگار برده نمیتونه. بیا تجربه کنیم و عقل من بسر به این غفلت تا به کجا. به هر حال حیاتی وقتی که قیامت صغرا بر سر هر کس قائم میشه، بعد از اون موضوع قیامت کبرا را در اینجا الله بیان میکنه و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید. آن مسئله قیامت کبراست. الله میفرماید که و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه. در اینجا باز هم به صیغه ماضی ذکر میشه برای تحقق، یعنی یک چیزی یقینی واقعی. نگفت و ینفخ فی الصور، در صور دمیده، گفت و نفخ فی الصور، یعنی حقیقی یقینی، در هیچ کدام شک و شبهه نه. ذلك یوم الوعید، میگه این همون روزی است که تحققی از به شما وعده داده میشد. از همین روز شما ترسانده میشدین که فکر داشته باشه یعنی روزی وعید است، روزی که از همین روز شما ترسانده میشدین، بیم داده میشدین که این روز آمده نیست، متوجه نبودین. این ذلك یوم نفخ فی الصور، در اینجا همون نفخ اولی اشاره است. در احادیث در آیات قرآن کریم یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نفخ چند مرتبه ذکر میشه. علما بعضیشان ایره به 3 مرحله تقسیم میکنن، بعضیا به 2 مرحله. یکی همین نفخی است که در این آیات ذکر شده، نفخی است که خلاص همه جهان از بین میره، خلاص فنای دنیاست، کلی هستی که است جز او چیزهایی که الله ذوالجلال به اونها بقا نوشته باشه، مثلا مثل جنت و دوزخ است یا عرشی الله ذوالجلال است، ملائکه که حمله عرش است، یعنی دیگه تمام چیزها خلاص به یک در صور دمیدن همه هستی از بین میره، ختم میشه. و نفخ دوم امون نفخی است که انسان ها دوباره زنده میشن. بعضی همین 2 نفخ میگن، تعدادی از علما میگن نفخ سوم نفخی است که وقتی که دم پف میشه
باز همه جمع میشن به میدان محشر. کسایی که بدو کاتگوری تقسیم میکنن، مسئله زنده شدن از یعنی بعد از مرگ از قبر خستن و باز جمع شدن در میدان محشر، هر دو را یکی حساب میکنن و مسئله نفخ اولی را جدا. مثل که نفخ دوباره مثلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. در اینجا امی نفخ اولی که ذکر میشه جز امو کسایی که الله ذوالجلال خواسته باشه، دیگه کلگی این نفخ از بین میرن. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. این نفخ دومی است که باز دوباره در صور دمیده میشه. باز میبینی که همه اینها از قبرهایشان برمیخیزند. و وقتی که قبر گفته میشه در اصطلاح عربی، قبر صرف امی چی را گفته نمیشه چیزی معروفی که ما تو میبینیم مثلا یک جای زمین کنده میشه به شکل لحد یا به یعنی قبر هر آن چیزی که در اوجا میت یعنی قرار میگیره بعد از مردنش. اگر او در شکم ماهی میگیره یا در داخل بحر میمونه یا توته شده تقسیم میشه در شکم جانورها و پرنده ها میره، یا یکی او را در میتن و باد میکنه هر طرفی که میره، آنمو قبرش هست. و الله ایره حشر میکنه، دوباره زنده میکنه و مورد محاسبه قرار میده. این حالت قیامت الله ذوالجلال در اینجا ذکر میکنه که قیامت کبرا به می قایم میشه که خلاص در صور دمیده میشه، همه این هستی از بین میره. و باز نفخ دوم مثل که در دیگر آیات گفتیم در دوباره زنده کرده میشه. زنده کرده که شد پیشی این انسان ها به الله ذوالجلال چگونه است؟ و جاءت كل نفس معها سائق و شهید. حالی امو کیفیتی پیشی به درگاه الله ذوالجلال در اینجا ذکر میشه که چگونه این مردم به درگاه الله ذوالجلال پیش کرده میشن. حالتی است که تصور کنین یک شخص و شخص هم مجرم، دوسیش هم بسته و دو ملک، کسی نه که بی صلاحیت، دو ملک، یکیش ایره کش میکنه و یکی دیگهش هم دوسیه امرایش است به طور شاهد و به درگاه الله حاضر میکنه کش میکنه. این مجرم و اینی هم جرمش که تمامش در دوسیه نوشته است. الله آگاه است، با خبر است، لیکن صرف به اساس آگاهی و علم خودش در اینجا اکتفا نمیکنه، به خاطر اتمام حجت. حجت دیگر حجت ها هم است. خود امی اجسامی که سهو و خطا را تو به واسطه از او مرتکب شده کلگی از شاهدی میته. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. اوجا وقتی است که کلگی امی اجسامی تو بر علیه تو گواهی میته. یعنی دستی که با این دست به سر کسی ظلم کرده، حق کسی را گرفته، امی پایی که به امی پا تو به طرف حرام حرکت کرده، امی چشمی که حرام سیل کرده به امی چشم، گوشی که با این حرام شنیده، کلگی اینا بر علیه تو شاهدی میته. ای الله، یعنی می شخص با امی دست به گپ زدن میآید. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. پوستی بدنت بر علیه تو گپ میزنه. میگه چگونه؟ ولی امی زبان تو یک گوشت است، گپ میزنه. ایره کی به نطق آورده؟ الله. آنمو الله ای پوستی تو را به گپ میاره و همین پوستی تو بر علیه تو گواهی میده، دستی تو بر علیه گواهی میده، پایت بر علیه گواهی میده، چشمت، گوشت. اینمی چشمی که تو آنی تنهاش هیچ کس نیست، ریموتک میزنی هیچ کس نیست، لیکن اینمی چشم نروجه گواهی میده بر علیه. اینمی گوشی که آن ارسی را که میشنوی بشنو، لیکن فکر نکن که پتو پنهان مانده نیست. یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. باز همین انسان میگه به این پوستش که چرا بر علیه ما شما گواهی دادیم؟ میگه اما اللهی که
یعنی قدرت نطق و حرف زدن به هر چیز انمون ما را به گپ زدن آورده از پیش ما ایچی دارم خواسته و ما آلی بر علیه تو گواهی میدیم. با وجود این شواهد این گواه ها نه تنها به این الله در اوجه کیفیت چگونه و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفس یک کسی که او را سوق میته کش میکنه و کسی دیگه گواه هست امروش دوسیه بسته و پیش کی میاره؟ قاضی کیست؟ الله پیش میشه اینا مجرم یعنی دوسیهش تکمیل شده. الله به سر ما شما رحم کنه. یقینا حالتی است که تصورش دشوار است، لیکن چیزی که انسان نجات میده در روز و چیزی است که در آیات بعدی به او اشاره میشه لقد كنت في غفلة من هذا. ای انسان تو خو از همین حالت غافل بودی. معنیش است که اگر نجات میخوای غفلت دور کن. تا چی وقت زندگی غفلت؟ تا چی وقت از این حالت تو غافل هستی؟ از مرگ غافل هستی، از گرفت الله غافل هستی. الله میفرماید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تو خود در غفلت بودی انسان. حالا میگه پرده را از پیش چشم تو برداشتیم. و یک تباری تو در جای زندگی میکردی پیش روی پرده بود، این حقایق نمیدیدی، ولی پرده از پیش چشم برداشته شد. فبصرك اليوم حديد. حالا امروز میگه چشمای تو حدید. چی معنی؟ یعنی بسیار تیزبین است، کل حقایق حالی میبینه، لیکن سودی داره؟ حالی فایده داره که در روز قیامت همه چیز ببینه؟ نه، اوجا باز روز عمل نیست، روز عمل آلیست، اوجا روز جزا است که چی عملی انجام داده که تو جزایش ببینی. کشفنا یعنی ما ایران دور کردیم. غطاء پرده که در حقیقت اشاره به است که ولی بسیار حقایق است که از تو پوشیده است. همین غفلتت تو را نمیمانه که او حقایق درک کنی و مطابق امو حقایق گام برداری به سوی الله نزدیک شوی، لیکن در روز این پرده از پیش چشم دور کرده میشه، این حقایق میبینی. خوب تمام چیز برم، لیکن باز راه نجات خود در وقت نیست. در میفرماید فبصرك اليوم، و در وقت حدید یعنی بسیار تمام چیز بسیار خوب بر روشنی میبینی. الله اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا. سبحان الله، اسمع بهم وابصر یعنی ما اسمعهم وابصرهم بصيغه تعجب، یعنی چقدر خوب شنواستن، چقدر خوب بیناستن. حال در وقت چی یعنی چی چشمهای بینایی پیدا میکنن که تمام چیزا میبینن، چی گوشهای شنوایی دارن که ولی همه چیزا میشنون، لیکن فایده داره در وقت؟ نه، فایده امروز است. یقین به الله بکنیم. همین انسان هایی که از ما و شما رفتن، الله قبرشان باغچه از جنت بگردانه. مؤمنین مسلمان هایی که انتقال کردن، برادرای ما و شما، خواهرای ما و شما، یک لحظه که فعلا ما و تو در اون نعمت هستیم که زنده هستیم، یک لحظه امی زندگی را آرزو میکنن از الله. یک لحظه را. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. در اونجا مجرمین میبینی سرایشون خم پیش الله به حالت یک طلب دارن، ای الله یک مرتبه ما را پس بگردان. خب به خاطر چی؟ یک مرتبه پس بگردان که ما 2 منزله ما 3 منزله کنیم. یک مرتبه پس بگردان که پیسه کم کمایی کنیم، توی نکنیم، بچه ما توی نکنیم فلان. همینطور نه، لعلی اعمل صالحا، بس غیر نکیره ذکر ولو اندک چیزی باشه. خود ای الله تو ما را پس بگردان که یک جزئی ترین عمل صالح بکنم. وی امید میکنن، ای آرزو را میکنن که یک مرتبه بس بگردان، ولی ما تو هنوز هستیم. درست است؟ قبل از اینکه روز برسه ولی بازگشت نیست. بین از الله بخواهیم که الله توفیق بده، توفیق عمل صالح. در شک نیست که بدون توفیق الهی هیچ چیزی نمیتونیم. از الله بخواهیم، باز تصمیم بگیریم که در زندگی من تغییر بیاریم. این حالتی که ما و تو در زندگی داریم، این حالت غفلت، یقین به الله بکنیم.
این حالت اسف بارز، آدم میترسه. بین به خود رجوع کنیم. وقتی که این دو نفر، این دو ملک این مجرم پیش میکنن به درگاه الله، حالت ازیر عالی بیان میکنه که با سند با ثبوت به درگاه الله پیش میکنن و قال قرینه هذا ما لدی عتید. عتید یک چیزی جاهز و آماده را میگه الله اینی اسناد است که پیش ما آماده است. یعنی اینی اعمال نامه عزیز، اعمالی که انجام داده این انسان. تو فکر نکو که او چیزی را که در نیمه شب هیچ کس ندید انجام داده او در اون نوشتن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله. در اونجا هیچ چیز پوشیده نیست، باز مجرمه که سیکو جزئی ترین کار اگر خوب است یا بد، جزئی ترین عملی امی یک خاره که از سرک برداشته و طرف کرده که یک مسلمان اذیت نشه، در اعمال نامه خیرت امیر هم میبینی. و امی که در روی کوچه و سرک به یک دختر یا یک زن یا یک نامحرمی همین قدر گفته که چشت امیرم در اعمال نامه شرط میبینی. هر یک ذره نظری بد، عملی بد، دست درازی به چیزی حرام، ظلم، جزئی ترین ظلم بر سر شخصی به هر عنوانی که باشه تمامش میبینی. هیچ چیزی پتو پنهان نمیمونه. درجه مدلل پیش می هذا ما لدی عتید. ای الله این همون چیزایی است که پیش ما آماده است، اسناد جرم انسان مجرم. وقتی که مجرم پیش میشه با دلائل، حکم الهی صادر میشه القیا فی جهنم كل كفار عنید مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. الله ذو الجلال حکم میکنه که در جهنم بندازه. و باز اوصاف اینها را الله ذکر میکنه، اوصاف این جهنمیا را که اینا اینی اوصاف دارن. جهنمیا اینی اوصافشان است. الله ذو الجلال همه ما شما را از اوصاف نگاه کنه. وصف اولشان چیست؟ کفار. اینا کافر هستند، معاند هستند، کفر ورزیدن به احکام الهی. یا کفار به معنای سخت ناسپاس و ناشکر نعمت های الهی است. از این که ناشکری بزرگ چی باشه که الله تو را آفریده و تو باز او را ترک کرده، دیگه چیز عبادت کنی، تو باز سجده را به غیر از او به کسی دیگری بگذاری. پس کفار هر انسان کافر، هر انسان کافر چون سخت در کفر مبتلاست. از توحید الوهیت، از توحید ربوبیت، اسماء و صفات، از هر کدام از اینا که منکر باشه، از پیامبر صلی الله علیه و سلم، از رسالت و بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم منکر باشه. وصف دومشان چیست؟ کفار عنید. عنید یعنی معاند، انسان معاند. یا عنید به معنای از اینکه شخصی که منکر نعمت های الهی است. سعی کنین شکری حقیقی نعمت چیست؟ وقتی که همون نعمت در جایش استعمال شود. الله تو را آفریده، شکری امی آفرینش الله است که تو الله را پرستش کنی. الله تو را رزق و روزی میده، شکری از است که رزق و روزی الله در مباح یا در عبادت سپری شود. اما ناشکری، ناسپاسی الله ذوالجلال بزرگترش در ایست که بغیر از الله کسی دیگری را تو بپرستی. نعمت ها از جانب الله هست، کفران نعمت هم است که او در معصیت الله ذوالجلال استعمال شود. پس عنید یعنی منکر نعمت های الهی. و مناع للخیر، وصف دیگرش است که خودش خو به خیر گام نمیبرداره، دیگه مردم هم از کار خیر منع میکنه. خودش به سوی توحید و یکتاپرستی الله راه نیافته، دیگران هم از توحید منع میکنه، دیگران هم به سوی شرک سوق میده. خودش
به پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق نشده، دیگران را هم از پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باز می‌دارد، تمسخر و استهزاء میکنه بلکه به متبعین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مناع للخیر است. هر نوع خیری که باشه، مثلا یک کسی خودش صدقه خود نمیته، در مناع للخیر داخل است، ولی دیگران چی میکنی رمیتی سبا روز عظیم چین از ملا چی جور میشه، یا او روز یک کسی دیگر عکس یک مدرسه را طالبای مدرسه است بیچاره نان وظیفه یا چیزی را در زیرش نوشته که آینده از اینا چیز، آینده از اینا انتحاری جور میشه. یک دعوت به سوی عزیز که مردم باید از خیر منع کنیم، به سوی مدارس نروند، به سوی مراکز دینی نروند. منع للخیر در کل این چیزها عموم است، شامل است. خودت اگر اقلا الله در تو خیر نگذاشته که خیری از دست تو بیاد، دیگران خو به خیر تشویق کن. تشویق کردن نمیتونی، منع نکن. چی میکنی با حکومت میکنی، چی میکنی فلانی کارا میکنی. یک خودش به مسجد نمیره، دیگران هم از مسجد میره. خودش یک کاری خیر نمیکنه، دعوت نمیکنه، دیگران هم از دعوت من میکنه. مناع للخیر. معتد یعنی تجاوزکار، متجاوز. در هر کار وقتی که انسان تجاوز کنه، اورم هر تجاوز در هر کار اعتدا گفته میشه. اگر در حق الله تجاوز باشه، بزرگترین اعتدا امیست. در حق الله ذوالجلال، عبادات الله را و چیزی که حقوق الله هست او را به غیر الله صرف کردن، متوجه ساختن. ذبح غیر الله، نذر غیر الله، خواستن از غیر الله. از بجای بگه یا الله، میگه یا سخی، یا علی، یا حسین، یا رسول الله، یا فلان. اعتدا، یا اعتدا در حق خلق باشه، مخلوق. ظلم، تجاوز در حق مخلوق. زیر دستت کارگر است، مزدورکار است، اهل و فامیلت است، سری از اونا ظلم میکنی. همسایت است، دیگه مسلمان است، با کسی داد و گرفت داری، در حقش ظلم میکنی. شراکت داری، در حقش ظلم میکنی. اعتداست. معتدل. مریب یعنی صفت دیگرش است که در شک است. چه معنا؟ درباره دین الله ذوالجلال، درباره قیامت، زنده شدن بعد از مرگ، کفار در شک بودند. حالی و وصف ششمی اینها هم بود که الذی جعل مع الله اله آخر. با الله ذوالجلال که الله معبودی بر حق جز او هیچ کسی لایق عبادت و پرستش نیست، با او کسی دیگری را هم شریک قرار داده بود. کسی دیگری را هم با او همتا و شریک قرار داده بود. این اوصاف اینها بود که حکم الهی در حقشان صادر شد. القیا فی جهنم، اینها را در جهنم بندازید، در آتش جهنم اینها را بندازید. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ای مجرمین، کفار، وقتی که حکم به سرشان صادر میشه به جهنم انداخته میشن، حالی میبینن خواه ملامتی را به سر کی بار کنن. ما خو این طرف نه، ما را خو شیطان بازی داد. شکایت شروع میکنن، میگه ای الله همین شیطان بود که ما را نیامد. میخوان ملامتی خود به سر شیطان بار کنن. شیطان ما را به این طرف سوق داد، به این کارهای خراب. شیطان هم در اوج باز این اندیوالشان که در این دنیا کلگی وقت رفاقت داشتن، نه اندیوالی داشتن، این اندیوالشان هم در اوج میگه که ما اطغیتم ولكن كان في ضلال بعید. ما میگه بسری از اینها زوراور نبودم که اینا را به زور گمراه کرده باشم. در این شک نیست که شیطان گمراه کن است، انسان گمراه کرده. لاغوینهم اجمعین، اختارم داده بود من کل اینا را گمراه میکنم مگر همون بنده های خاصی که خاص تو را پرستش میکنن، موحدین، یکتا پرستان حقیقی، دیگرها را گمراه میکنم. وعده داده بود. در اینجا میگه ما اطغیته، یعنی ما اینها را مجبور نساخته بودم به همین گمراه. یعنی راه گمراهی را خبرشان راهنمایی کردم، این راه الله را ترک کنین این طرف بین، لیکن ما مجبور نساخته بودم. اینا خود به اختیار خود این طرف آمدن.
در اینجا ما اطغیتو معنایش نیست که من اینا را گمراه نکرده بودم، ورنه خب با آیات دیگر که در آیات قرآن ما لأغوینهم اجمعین در تضادن، نه در اینجا معنایش است که من اینها را بر گمراهی مجبور نساخته بودم، گمراهی را بر سری از اینها ما تحمیل نکرده بودم، خودشان به اختیار خود به همین راه گمراهی آمدن. ولكن كان في ضلال بعید، بلکه خود یزید در یک گمراهی بسیار دوری قرار داشت، بسیار در یک گمراهی دوری قرار داشت، دور از حق. یعنی ما اطغیته یعنی او را به می طغیان سرکشی ما مجبور نساخته بودم. ولكن كان في ضلال بعید، بلکه خود یزید در همین گمراهی دوری قرار داشت. الله میفرماید لا تختصموا لدي، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید. الله میگه آلی پیش ما جنجال نکنید، لا تختصموا لدي، آلی نزد ما شما جدال و مجادله و جنجال نکنید. وقد قدمت اليكم بالوعید یعنی قبل از ما وعید یعنی امو ترس از همی حقایق، بیم از همی حقایق قبل از ما براتان روان کرده بودم، بیم داده شده بودین، حقایق براتان بیان شده دیگه. حالی در اینجا جای جنجال نیست. تو دست شیطان ملامتی را بار میکنی، شیطان میگه نه کل ملامتی دست خودی از ایناست. هر دو دوست داره جور بین. ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. الله میگه آلی فیصله که ما کردیم فیصله ما قابل تغییر نیست، فیصله ما تغییر ناپذیر است، تغییر نمیکنه. و ما انا بظلام للعبید، و ما بسر بنده هایم ظلمم نمیکنم. ما یبدل القول لدی، فیصله که الله کرده بود قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. شیطان ها گفته بود برو خیالی که تو میگی من اینا را گمراه میکنم، برو هر کسی که تو را پیروی میکرد جزای شما اونم جهنم است، از خودت و از تمام کسایی که از تو پیروی میکنن. الله میگه ما یبدل القول لدی، اونم فیصله کردین، فیصله حال تغییر نمیکنه. شما از همین شیطان پیروی کردین، این پیرو و پیشوایتان و شما هم پیروایشون، کلگیتان در همین جهنم انداخته میشین. الله نجات بده ما شما. و ما انا بظلام للعبید، ما خب سر بنده ها ظالم نیستم، ظلم نمیکنم. سیکن وقتی که الله ذوالجلال پیامبران را روان کرد، تمام حقایق بیان شد که این راه خیر این راه شر، کتاب هم نازل کرد، دیگه هیچ کدام بانه و عذری نماند دیگه. اگر کسی عالم خدا در جهنم میندازه خودش کرده، ظلمی نیست در حق از او. و الله خودش بیانم کرده بود، ایتو نیست که شیطان به شما دوست معرفی کرده باشه، از جهت او تانسته باشه شما را گمراه کنه. الله معرفی کرد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمنتان است، او را شما دشمن بگیرین. الله میگه او را دشمن بگیرین، ولی ما تو را دوست گرفتیم. نزدیکترین دوستی ما تو شیطان است. چرا؟ هر چیزی را که شیطان میگه به مشکل روان هستیم. میگه مسیر چی میشه؟ مسیر خامیست که به سوی ناکامی میکشونه. الله میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان خود دشمنتان است. دشمن خود را به سوی خیر دعوت نمیکنه، دشمن خود خیرخواه نیست، او را دشمن بگیرین، از سخنهای از او پیروی نکنید. ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. در اینجا آلی حتمی بودن عذابی که برای کفار است او را در اینجا الله بیان میکنه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت، یعنی بیاد بیار روزی را که ما به دوزخ میگیم هل امتلأت، آیا پر شدی؟ و تقول هل من مزید، اون دوزخ میگه که آیا ازی بیشتر است؟ ای الله، الله ذوالجلال به دوزخ میگه که آیا پر شدی؟ بس دیگه کسی را نندازم در تو، پر شدی؟ میگه نه دیگه هم است، ازی بیشتر هم است. چقدر روز خطرناک است که جهنم گرسنه است، طلب میکنه بیار بند است. نشوه که الله ذوالجلال با اعمال بد ما و شما را در رجب اندازه. الله نجات بده از عذاب. دوزخ مطالبه میکنه که بیشتر آلی به ما سهمیه بده، بنداز در همی دوزخ.
انس رضی الله عنه روایت میکنه در حدیث صحیح بخاری در کتاب توحید باب قول الله عز وجل وهو العزیز الحکیم و اینچنین در صحیح مسلم هم در کتاب اوصاف جنت و اوصاف دوزخ ذکر میشه. در روزه حدیث را ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال یلقى فیها و تقول هل من مزید. در همین دوزخ انداخته میشه انسان ها یا جنیات، کسانی که سرکش هستند و این همواره امیر میگه که آیا دیگه است، آیا ازی بیشتر است؟ سرایی نداره تا ای که میگه حتی یضع فیها رب العالمین قدمه فینزوی بعضها الى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك، تا ای که الله ذوالجلال میگه الله ذوالجلال قدمشانه، الله ذوالجلال قدمش در همی دوزخ میگذاره، تمام اطراف ازی با هم میچسبه، یعنی پر میشه، میگه قد خلاص بس دیگه اکتفا میکنه، میگه به عزت و کرامت سوگند یا الله بس. حدیث صحیح، حدیث بخاری و مسلم است و در این حدیث در پهلوی ازی که این حالت و کیفیت بیان میکنه اثبات صفت الله ذوالجلال است که قدم الله ذوالجلال است بدون تشبیه بدون تمثیل، مناسب شأن الله ذوالجلال، مثل که ذات الله با ذات مخلوقین هیچ نوع شباهتی نداره. الله موجود است لیکن وجودش با وجود مخلوقین هیچ شباهتی نداره کما یلیق بجلاله. علم الله با علم مخلوقین هیچ نوع شباهتی نداره، علم الله کما یلیق بجلاله. به همین شکل تمام صفات الله صفات خالق است، او را در ذهن هم با او تشبیه تصور کردن یک امر نامشروع، نادرست و باطل است. تمام صفات الله مناسب شأن الله است. اما کسی بیا نه این حدیث مجسمه است فلان است نعوذ بالله، این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر یک انسان جاهلی به این جرأت میکنه که نعوذ بالله حدیث رسول سخن مجسمه بگه، دیگه از او انسان میترسه که نشوه که از همون جمله همون کسایی که باز دیگه جهنم مطالبه داره که بیار در همون جمله قرار نگیره. الله ذوالجلال همه مسلمان ها را توفیق هدایت نصیب کنه که چیزی را که الله ذوالجلال در قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح بیان میکنه بدون تحریف، بدون تأویل، بدون تعطیل و بدون کدام تشبیه و تمثیل هم او را بپذیره. در اینجا حالت سختی کفار ذکر میکنه که یعنی حتمی بودن عذاب برای از اینها، جهنم برشان آماده شده، کل اینها در جهنم انداخته میشن. اما برای مؤمنین هم در روزه الله جوائزی را آماده ساخته و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. جنت هم آماده کرده شده برای پرهیزگاران، غیر بعید یعنی در فاصله که دور نیست. چی معنا در فاصله دور نیست؟ متقین پرهیزگاران میبینن منظره را مشاهده میکنن قبل از اینکه حتی با او داخل هم شو. این خب دلالت به مو اکرام و اعزاز الهی است که برای مؤمنین الله ذوالجلال آماده کرده. و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، مثل در دیگه سورت و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. امی جهنم حتی قبل از اینکه با جهنم انداخته شون برشون آشکار کرده میشه، یه عذاب دیگری است که میبینه که ما علی نمیشه انداخته میشه. برای مؤمنین هم مسیرشان جایگاهشان نشان داده میشه قبل از قبل. و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. بشارت هم داده میشه به مؤمنین، مگه این چیزی که به شما آماده کرده شده این جنت است. ولی جنت برای کیست؟ لكل اواب حفیظ، برای هر او کسی است که اواب چی میگه؟ اواب چی کسی است؟ زیاد رجوع کننده به سوی مبالغه در رجوع است، زیاد رجوع کننده به سوی الله، زیاد توبه کننده. صفت در خود پیدا کنیم تا از اهل. درست است هر یکی ما تو گناهگار است، کل بنی آدم خطاء ولی خیر الخطائین التوابون. هزارها گناه از ما تو سر زده، بیا رجوع کنیم پس به سوی الله.
تا در جمله اواب قرار بگیریم. حفیظ کی را میگه؟ حفیظ کسی را میگه که احکام الهی را بسیار با پابندی ادا میکنه. حفیظ از حفظ گرفته شده دیگه، یعنی امو پیمانی که با الله بسته، پیمان توحید، یکتا پرستی الله ذوالجلال، بجا آوری احکام الهی، او پیمان حفظ میکنه. حفیظ یعنی پابند احکام الهی. پس جنت برای کی آماده کرده شده؟ لکل اواب حفیظ، برای هر انسان توبه کننده، زیاد رجوع کننده به سوی الله، و حفیظ و پابند احکام الهی. من خشی الرحمن بالغیب، درجه دیگه اوصافش هم ذکر نمیاد، درجه دو وصف ذکر شد، نه اواب حفیظ. وصف دیگرش چیست؟ من خشی الرحمن بالغیب، و کسی که در غیاب هم از الله ذوالجلال میترسه غایبانه. چی معنا؟ تو نیست که در پیش روی مردم صوفی باشه، صوفی به معنای اصطلاحیش نه، صوفی خو تباهی است، به معنای تقوادار، پرهیزگار لغوی است، لیکن باز دیگه در پشت پرده دیگه چیز نه. ترس الهی در قلبش جاگزین شده. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. وصف دیگر چیز که با قلبی پر از توبه کار، توبه کننده، با عمیق قسم یک قلبی که دو انابت است، رجوع است، توبه است، با عمیق قسم قلب با الله روبرو شد. این انسان یعنی جنت به همین انسان ها آماده شده که این صفات ها داره: اواب، حفیظ که در او خشیت است، و قلب منیب. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. این چهار صفت که داشت، آل درجه چهار جایزه الله برش اعلان میکنه. جایز چیست؟ جایزه اول ادخلوها بسلام، آل داخل بهش شوین شما بسلام، بسیار به سلامتی داخل بهش شوین. این خو یک نعمت دیگه برشان اعلان، ذلك یوم الخلود. حالا این روز جاویدانی است. اوجا وقتی که جنتی داخل میشه به بهشت، کل نعمت ها، آره اگر این ترس باشه، این نعمت ها خو است، لیکن ولی از پیش ما گرفته میشه. مثل که بلا تشبیه، مثلا در دنیا اگر کسی یک قصر شاهی است، تمام خدم و حشم و کل چیز است، و کی برو تو مالک همین قصر هستی تا یک ساعت، فکر میکنی کل چیزا یک ساعت، او یک ساعت بعد اینا 50 دقیقه شد، 40 دقیقه، 30 دقیقه لذت برده میتونی، هر لحظه شماری میکنی از او یک ساعت. الله میگه این کل نعمت های جنت ایتونست چند وقته، ذلك یوم الخلود، این روز جاودانی است، ابدی است، خلاص در اختیار توست، هیچگاه از پیشت گرفته نمیشه. این دیگه نعمت است. و نعمت دیگرش لهم ما یشاءون فیها، صرف اونه میگه برای از امینها، یعنی امی اهل بهشت، ما یشاءون فیها، هر آن چیزی را که میخواه در امی جنت برش مهیا است. ولدینا مزید، باز الله میفرماید که نزد ما از این کرده بیشترش هم است، از این کرده افزونتر هم است. دیگر علما میگن که یکی از اون نعمت هایی که میگن از این کرده افزونتر، و نعمت بزرگی دیگر است که دیدن روی الله ذوالجلال است، که الله ذوالجلال به بنده های خاص، بنده های مؤمنش نصیب میکنه، که الله ما شما را از محروم نسازه. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه.